آنی شاعر دوره قاجاره. بعد یه غزلی گفته که بعد از اون اساتید خوشنویسی به شاگرداشون برای تمرین ترکیب خط، چون خیلی سخته این کلمه ها هم نوشتنش هم گفتارش، و بعد برای بیان چیز میکردن. خیلی بگو خیلی خفنه. چند بیتش خاطرم مونده. میگه که پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن، میشنیدم که به دین نوع همیران سخن، کیزه زلفت سوس صبح هم شام تاریک، ویزه چهرت شام هم سوس صبح روشن، تتتریاکی هم و بیشش شهد للبت، سسسبر و تاتاتابم به برفت از تتتن. خب شف گفتا من را تو تقلید مکن، گم شوزه برم. حالا میخواهیم و مشتی به ککلت بزنم که بیفتد مغزت میمیانه ددهن. پیر گفتا خدا را سسسد باش و شکر که رهیدم زررنج و مملال و ممهن. مممن هم لالالالم مثل تو هم گوگونگی مثل مممن.